سلام، درود بر شما. با شما هستیم با یه ویدیوکست دیگه، اطلاعات آب و هوایی، جغرافیایی و البته اقلیمی این مکانی که اینجا هستیم رو خدمت شما میخوایم ارائه بدیم. صحنه وسیع ابتدای کویر لوت رو مشاهده میکنید. در پوشش گیاهی اینجا غالبا گز و تاق هست. اگه بخوام آگاهی محیطی به شما بدم، دما اینجا حدود 5 درجه بالای صفر است. تایید میشه؟ بله خب، درسته. کارگردان در واقع فنی ما تایید کردن سیستم های GPS، GIS الان مشخص کردن که ما در ارتفاع 70 متری هستیم. همینطور که پشت سر من هم میبینید، این یکی از در واقع میشه اسم این رو جواهری گذاشت در بیابان، جلوگیری میکنه از فرسایش خاک و همینطور حفظ و کیفیت بیابان کمک میکنه. همکار فنی ما نکته‌ای دارن که از پشت صحنه سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز معرفی میکنم. آقا مرشاد هستن از بومیای محلی. بفرمایید. تقریبا یه 30 روز دیگه میکنن این کاملا سفت میشه و بله. خوردنی میشه. اینو میشه. مردم میخورن. خیلی هم خوشمزه است و خواص دارویی داره. خواص دارویی داره. بله. بسیار عالی، بسیار عالی. خب تشکر میکنیم. اما نکته قابل توجه و مهمی که خدمت شما اشاره میکنم خاصیت کویر هست. همینطور که میبینید استوار در بیابان به حیات خودش ادامه داده و این من از گفتگوهایی که با مردم محلی داشتم بهتون میگم. این استقامت، یک نواختی کویر رو میبینید یک رنگ هست، باعث شده مردم اینجا صبور باشند، مردم اینجا دلهای بزرگ داشته باشند و این در واقع کرکتر مردم بومی اینجا شده. تا اطلاعات آب و هوایی دیگر و جغرافیای ناشناخته دیگر از اینجا، شنهای روان آهنگران. خدا نگهدار.